مسئله سوریه به دلیل اینکه در خط مقدم مقاومت قرار داشته و قرار داره برای ما اهمیت ویژه داره. دولت همه توان خودش رو در این 2 هفته اخیر به کار گرفت برای اینکه جنگی اتفاق نیفتد و یا اگر خدایا ناکرده اتفاق افتاد خسارتش کمترین باشد و سریعتر دشمن از ادامه جنگ پشیمان شود. ما امیدواریم جلو این جنگ گرفته بشه. انشاءالله همه تلاش دولت هم بر اینه، ولی اگر جنگی بر مردم سوریه تحمیل بشه بیشترین ضرر را جنگ طلبان، جنگجویان، تحمیل کنندگان جنگ و دوستان اونها در منطقه متحمل خواهند شد انشاءالله.